سلام، وقت بخیر. به کانال خبرهای فوری و تازه از جهان خوش آمدید. با ما همراه باشید تا مهمترین و تازه ترین خبرهای روز را بررسی کنیم. سرخط خبرها: عملیات استشهادی حماس، چندین نظامی اسرائیلی را به کام مرگ فرستاد. کشته شدن 4 نفر از نیروهای الجولانی در کمین غرب حمص. سوریه خواهان همزیستی با اسرائیل است. سخنگوی نظامی انصارالله هدف قرار دادن فرودگاه بن گوریون و کشتی سانتا اورسولان. شاخه نظامی حماس القسام اعلان کرد که یکی از نیروهای مقاومت در یک عملیات استشهادی خود را در میان گروه‌های 5 نفره از نیروهای اسرائیلی منفجر کرده است. این انفجار منجر به کشته شدن و زخمی شدن تعدادی از نیروهای اسرائیلی شد. بعد از آن نیروهای مقاومت به محض نزدیک شدن گروه‌های کمکی به مجروحان در شمال اردوگاه جبالیا با شلیک گلوله 2 نظامی اسرائیلی را کشت و به دیگر نیروهای اسرائیلی نارنجک پرتاب کردند. مرکز حقوق بشر اعلان کرد که 4 نفر از نیروهای وابسته به الجولانی در یک کمین در روستای بلقاسیه در غرب استان حمص کشته شدند. در حال حاضر نیروهای الجولانی به روستاهای در غرب حمص حمله کردند. ماهر موران والی دمشق اعلان کرد که دولت جدید در سوریه با اسرائیل مشکلی ندارد و خواهان روابط نیک و همزیستی و مسالمت آمیز است. او تاکید کرد که ترس اولیه اسرائیل پس از سقوط بشارالاسد طبیعی بود و گفت ما مشکل با اسرائیل یا هیچ کشوری دیگری نداریم. این اظهارات در شرایط مطرح شد که تحولات جدید در رابطه منطقه در خاورمیانه در جریان است. سخنگوی نظامی انصارالله یمن اعلان کرد که در یک عملیات ویژه فرودگاه بن گوریون در یافای اشغالی را با موشک مافوق صوتی هدف قرار دادند. همچنین با پهپاد یک هدف حیاتی در منطقه یافای اشغالی حمله کردند و کشتی سانتا اورسولا را در دریای عرب هدف قرار دادند. این بود تازه ترین تحولات جهان. برای آگاهی از مهمترین خبرهای منطقه و جهان همراه ما باشید. نظریات ارزشمند شما راهنمای ما در ارائه بهترین محتوا است. تا گزارش بعدی، خدا نگهدار.